ایلان ماسک اینترنت ماهواره‌ای رو به گوشی‌های عادی میاره. نزدیک به 2 سال پیش اسپیس ایکس سرویس جدیدی به نام دایرکت تو سل رو معرفی کرد و از آوردن اینترنت ماهواره‌ای به گوشی‌های عادی تا سال 2025 خبر داد. حالا این شرکت برای شروع آزمایش‌های این سرویس موفق به دریافت مجوز در آمریکا شده تا ایلان ماسک اینترنت ماهواره‌ای رو روی گوشی‌های عادی هم بیاره. اسپیس ایکس با همکاری اپراتور آمریکایی تی موبایل این سرویس رو آزمایش میکنه. به گفته استارلینک تمام گوشی‌های LTE میتونن به شبکه متصل شن و برای استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در گوشی نیازی به تغییر در سخت افزار یا نرم افزار گوشی نیست. لیست جدیدی از گوشی‌های شیائومی و ردمی که سیستم عامل هایپر OS رو دریافت خواهند کرد منتشر شد. شیائومی چند روز پیش لیست اولین گوشی‌های دریافت کننده هایپر OS در بازار جهانی رو منتشر کرد. حالا دومین لیست از دستگاه‌های ردمی و شیائومی که این سیستم عامل رو دریافت می‌کنند منتشر شده. انتظار میره گوشی‌هایی که شیائومی اعلام کرده در فاصله ژانویه تا ژوئن 2024 به روزرسانی هایپر OS رو دریافت کنند. باید به این موضوع اشاره کنیم که این لیست مربوط به بازار چین بوده و شیائومی هنوز اشاره‌ای به انتشار بروزرسانی در بازار جهانی و نسخه گلوبال نکرده. تریلر جدیدی از بازی پرنس آف پرشیا منتشر شد. تریلر جدیدی از بازی پرنس آف پرشیا The Last Crown منتشر شده که دنیای بازی رو به تصویر میکشه. به تازگی جزئیات جدیدی از بازی پرنس آف پرشیا و چند ساعت ابتدای بازی پس از پیشنمایش اخیر برای افزایش واکنش مخاطبین از انتشار غریب الوقوع اون منتشر شد. یوبیسافت علاوه بر انتشار گیم پلی بازی، جزئیات جدیدی رو با مخاطبینش به اشتراک گذاشته. این بازی اکشن ماجراجویی 2.5 بعدی در تاریخ 18 ژانویه یا همون 28 دی برای PS4، PS5، ایکس باکس سری X، S، One و همینطور رایانه‌های شخصی عرضه میشه. نسخه دمو بازی در تاریخ 11 ژانویه روی تمام پلتفرم‌ها در دسترس خواهد بود. تاریخ اکران انیمیشن اینساید اوت 2 اعلام شد. طبق تازه ترین گزارش منتشر شده و پس از مدت‌ها انتظار بالاخره تاریخ دقیق انتشار اینساید اوت 2 اعلام شد. بر اساس این گزارش تاریخ اکران این انیمیشن با کارگردانی کل سیمان و حضور صداپیشگانی همچون ایمی پولر، فیلیس اسمیت و تونی هیل 14 ژوئن 2024 خواهد بود. در این دنباله باز هم با رایلی همراه هستیم که حالا بزرگتر شده و پا به سنین نوجوانی گذاشته و احساسات جدیدی به سراغمون اومده و زندگیش رو تحت شعاع قرار میده. مسئله‌ای که پای احساسات قدیمی همچون خشم و شادی رو هم به داستان باز خواهد کرد. Orange? Who made the console orange? Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me. Hello? Ah! Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Wow. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean we? بعد از فروش موفقیت آمیز قسمت اول، استودیو پیکسار پیشبینی موفقیتی دوچندان از قسمت دوم این انیمیشن رو داره.